بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضاً محترم امروزنگی صحبت مونده یک باشدم حیات ما و عمر ما در کاری چیز گرفتم حرکت میکنیم. بسیار عرف هایی که در حیات ما های اصلش هوای بی اساس نه. یکی از همین خیل عرف ها و دلیل رسول میگن که من بات فی یده ریح غمرة فاصابه شیء فلا یلومن الا نفسه. رسول گفتن که یک انسان خواب رود و دستش روغن آلود باشد، یعنی طعام خورده دست نشته خوره و دیگری، اگر و انسان بدنش به یا روحش به یگان کسلی شود دیگری فقط خودش ملامت کند. یعنی همون پروردگار جن ها و همه خیل سلخوت های دیگه گوییم استقان های و همه خیل نوشته چیز های تعام کرده دگی هوای برای تناولش میبیاد، ما وای به آزار رسانم، ما هم آزار میرسنده است. این دیگیم طرفش اساسش دیمک انسان از خور رفتن پیش به دست ناشته خود نرود. یکمش ترک سنت و دیگیمش از قفا این علت آمدنش پیغمبر خدا انا گفتیان. انا و انسان به یک نارسایی یک و انسان مصیبت به گرفتار شدنش به حواجی سرا بشته است. دیمک همون بابا هم همون کانسول هایی که حدیث را دونسته فقط همه خیل نکن این گنده گفته آمدنشان یک تش استفاده هم میشد که این اصلش گفته رسول خدا بوده است. فقط اون بیچاره بابا ها ما بیو ها ما از گفته رسول خدا بیخبر مونده، فقط مضمون همون گپا شنوده که تگی لااقل مضمونش فهمونم رسانم گفته همه خیل موارد رسانده دیان. دیمک این چیزم یک دیگه حیات ما و سنت رسول خدایا جو کردن روحش بوده است. بس این سبب شدی بوده گلی سنت بودگیش بوده. چون نشته خورفتی با دست ناشته خورفتی این ترک سنت باشه میدانه میگفته فرزندها و نبیره ها و تعلیم دادن یک تا سنت حیات خود و حیات فرزندها و در آوردن سامشته است. برای همین این چیزا هم نگهدار یاد مانده و آیله مانده. ما انسان ها و مسئول بدگی انسان ها و حیاتشان با تبرک کنم. دیگه حدیث اسلام میگن که من اکل ثوما او بصلا فلیعتذلنا وليلتزل مسجدنا فليأخذ في بيته. در خانه شناد از ما جدا شود، یعنی جماعت مولا شناد انسانی که پیوز یا سرمساق پیوز خدا شد همون به همون حال کتی جماعت مولا جمع نشود بسیانده. چونکه ننده ممکن انسان تعام گفته خورد، ممکن انسان فایده برد، لیکن از بویش دیگه انسان ها آزار رسندنش به پیامبر خدا مسجد ما جمع نشد گفتن. دیمک بعض حال ها بعض کارهایی که یونانگی انسان با آزار دستاس می دیمک هوا چیز و انسان با همون جنده کارش نوتارو بدگیش به اشاره سامشده است. از دهنه ما بو میبراد می، از لباس ما بو میبراد می، از پاچه ما بو میبراد می. دیگه یکان فعل معتذر ما های ازرناک ما های که همون یونانگی انسان با آزار میدهد می. همین خیلی انسان ها باید خوش احتیاط کنشن نکار که آزار رساندن کتی ثواب دوده موندیم. این دویم حدیث انشاءالله امروز انگی مواه. دیگه اسم خانم سیمش
Rasulullah میگن که من بیت کلن من الطلب الحلال بیت موفورا له. یکی استوهای خرسان میکردی حدیثیه. Rasulullah میگن که یک آدم کسب کرد. کسب کرده هلاک شد. مانده شد. همون مانده شدنش با مانده شدنش ناس خورفت. یعنی ننولد یک سوی اعتراض نکرده خانوادگی تا سحر همون خوابش و این انسان گناهش و کفاره شده میخسته است. دیمک صاحب کسب ها روز مهنت میکردگی انسان ها همون مهنتاشان این برچ من این وظیفه من این که تو من فرزند پایستم نفقه کرسویم این از خدا من همین چیزا من به پروردگار سبب که داد گفته کسب کنن نگری حتی اینکه غیر از کسبشون همون به حالت مانده شدن خواب رفتگاه شدن و این انسان ها استغفار میگفته است همون خواب شدن و این انسان ها سبب میشده است ثواب با همه ما هم خیلی مهنت میکنن بسیار کسب دارا چه خیلی باشدن مهنت سی کدرم مهنت دهقانچی کدرم مهنت استوا کدرم مهنت همون عوض همون کسب ما نفقه کرده اویل پیسه می دیمک هوا چیزا ننولیده ملون آورده همون چیز با روزی شده گشتن ما انشاءالله ما یک تا در طلب کار حلال در طلب یک فرض ما حیات درستگیش اسم شدیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.